هر چقدر موتور تقویت میکنی سرعت شتاب موتورت مثل دلار ماخ به ماخ اضافه نمیشه. این دوتا تقویت کم هزینه رو از دست نده. همین اول تا برق نرفته سیوش کن که ویدیو نپره. و سوال اینجاست که چطوری 125 رو با هزینه کم تقویت کنیم. به دو روش میتونی این کار رو انجام بدی. اولین روش میتونی از سیلندر پیستون 150 صفر استفاده کنی که بدون هیچ مشکلی و توی بیشتر پوسته ها سوار میشه. و اما قدرت بیشتری میخوای تو روش دوم از یه سیلندر 150 استفاده میکنی و برگوی 200 میزنی تا پیستون 200 سی سی جا بشه و از ارتفاع سیلندر 3 میلیمتر کم میکنی که به تراکم مورد نظر برسیم. سوال اینجاست که چرا 3 میلیمتر باید کج تراشی بکنی؟ چون ارتفاع پیستون 150 بلندتر از پیستون 200 هستش و باید تراش بکنه تا پیستون با لبه سیلندر لب به لب بشه. و به خاطر بالا رفتن دور میلنگ چند تا کانال روغن روی پیستون ایجاد میکنی که پیستون نزنه و با استفاده از روغن مناسب انجینت رو مونتاژ میکنی و پیستون رو در حالت تاپ تی سنتر میذاری و بقیه مونتاژ. حالا با زدن چند تا برچسب روی چراغ خطر، چشم حسود به ترکه، سل الا سه ترکه، 4 ترکه سوار شو.